بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک به عون الله حق سبحانه و تعالی ما درس های منهجی و تربیوی و عائلوی خود را دوام میدهیم از کتاب توجیهات مهمة لشباب الامه، یعنی دستورهای مهم یا که نصیحت‌های مهم برای جوانان امت. فهمیدید؟ از آن شیخ علامه صالح ابن فوزان ابن عبدالله الفوزان، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. ما در درس‌های گذشته یا که در درسی گذشته خیلی هم دستورهای بزرگ گرفتیم، را گرفتیم. مثلا حدیثی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب خیلی نصیحت کردن، گفتن یا غلامو، همین یا غلامو گفتن نامش نگرفتن. فهمیدی؟ یا غلامو گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دلالت میکند که به جوانها کلانها باید که نسبتی کلان دهند. فهمیدی؟ باید کسانی که سن سالشان کلان هستی نسبتی کسانی که غلام یعنی که جوان هستند کودک هستند اهمیت سخت دهند. فهمیدی؟ انی اعلمک کلمات گفته، یعنی من به تو یعنی حکایت میکنم، نگفته کلمه. این دلالت میکند که چه انا وقتی که همون خورها رو درس میتی از یک فن، از یک یعنی عباره های درس میتی که ملاری اونها نشود و تیز و یا ازبار میکنم. بعد در داخلش اون نصیحت هایی که ذکر میشود که در اینجا یک توجیهات بزرگی میباشد که در عقیدهشان، در رفتارشان، در اخلاقشان تاثیر میبخشد. چه خیلی ها باید که با الله توکل کنند، چه خیلی ها باید که ایمانی به تقدیر الله و قضا و قدر الله داشته باشند. همه اینها دستورها میباشند از جانب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت جوانان این امت. نعم. و دیگر یعنی چیزهایی که با خواندیم در حدیثی که عموم کرده، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر الشباب گفتن و هکذا. همچنین گفتن یا غلام سم الله و کل بیمینک و کل مما یلیک. همین اینها دستور هستند، دستورهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای جوانان گفته باید که شما کنسپیک کنید که از همین فایده ها چیکار کنید، کنسپیک کردن نویسنتان در کار است. خب اکنون شیخ میفرماید، یعنی سخن خود را آغاز میکند یا که ما سخن خود را آغاز میکنیم از دوام سخن شیخ. چخلی که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن 7 طایفه انسان‌هایی که یعنی از اون 7 طایفه انسان‌هایی که الله تعالی وایها را در روز قیامت که در اون روز یگان سایه نیست جز سایه الله، در زیر سایه خویش قرار می‌دهد. یکی از وایها شاب نشأ فی عبادت الله است، جوان است که در عبادت الله نشأ و نما یافته ایستاده است، تربیت یافته ایستاده است. فهمیدید؟ خب این حدیث بخاری روایت کرده است، مسلم، هر دوشون از حدیث ابو هریره رضی الله عنه که اولی حدیث خلاصه سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. یعنی 7 طایفه انسان‌هایی هستند که الله تعالی وایها را در روزی که جز سایه خودش یگان سایه نیست در زیر سایه خود قرار می‌دهد. یکی از همون 7 طایفه کی بوده است؟
شاب نشأ في عبادت الله، جوانی که حیات خود را در عبادت الله میگذراند. اذا نشأ على عبادة الله ولم تأخذه طفرة الشباب ونزوة الشباب الى المعاصي. کدام وقت یعنی که جوان یا کدام نمودی جوان در یعنی که زیر سایه الله در روز قیامت جای میگیرد، فهمیدی؟ به شرطی که این جوان کلان شده باشد در عبادت الله، فهمیدی؟ امون به طرف بالا خیز زدن جوانی، تفقه گفته الوثوب الى الاعلى، به بالا خیز زدن پریدن. جوانان فقط میخوان که هم به پیش پرن کن، فهمیدی؟ به شرطی که انمی به بالا خیز زدن جوانی و اینها را از عبادت الله ندارد، فهمیدی؟ و نزوت الشباب الى المعاصی، به شرطی که انا علنگگیری جوانی و اینها را به طرف معصیت نکشد. جوانا هست که برای من ارکگی کرده، یا از مادر یا از پدر برای من این گیرد وای گیرد گفته، شیمی جنس گیرد برای من، کرت گیرد برای من، ویلی گیرد برای من، ماشین گیرد برای این گیرد وای گیرد، کامپیوتر گیرد گفته. یعنی اینها در اصل یعنی که گرچند بعضی این چیزهای ذکر کرده معصیت نباشد، که بعضی وایها معصیت هست. برای آن بچه که یک ولسیپد میگیری که و میدانی که هوای در کجا استفادهش میبره، برای اون فرزندت که یک ماشین میگیری که و میدونی که ماشین با کدام مقصد گرفته شده است، همینا رو کنترل کرده پهلوهاش والدین یا که مسئولین دیده، بعد یعنی که به گفتی بچه چیکار میکنه عمل میکنه، یا که بچه را این چیزا، یا که کامپیوتر هم گیر میگوید با یک دو بار قرآن میخونه دو بعد چیکار میکنه، و همین پدر که از چشمش غیب زد یا که مادر با از صحت و بیگه چی دندی بازی و دیوان بازی میکند. فهمیده؟ بل تغلب على ذلك طاعة لله، بلکه فهمیدی به همین اینها برای خاطر اطاعت الله شده جوان چیکار کرده است؟ غلبه کرده است. فهمیدی؟ غلبه کرده است. غلبه کرده است که نمیماند که نفسش به بالا خیز زند، نمیماند که علنگه گیرد به طرف چه؟ به طرف معصیت. فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة. انا همین جوان در روز قیامت چیکار میشه؟ نائل چنین اکرام میشود. فهمیدی؟ در روز قیامت انا همین خیلی جوان، هر جوانی قد کوچو حیده و دایده و دیوانه نه، فهمیدی؟ انا همین لجامش نگه میداشتگی کس در روز قیامت جوان بأن یذله الله فی ظله یوم الحر الشدید، در روزی که گرمی سخت است الله در زیر سایه خود او را میماند. والشمس القریبة من الرؤوس یوم العرق، در روز عرق که همه در عرق خود غوطه زدگی است به سبب نزدیک شدن آفتاب به سر مردم. یذل الله فئاما من الناس فی ظله، فئت میگن که خب یک گروه، یک دسته مردم الله سبحانه و تعالی در زیر سایه خیش قرار میدهد. و منهم شاب نشأ فی عبادت الله، از جمله جوانی بود است که در عبادت الله حیاتش را چه گذرانیده است، نشأ و نما یافته است. وفي الحديث الآخر در دیگه حدیث آمد دیگه است، شیخ گفتم که این لفظش ذکر کرد دیگه است، معنای حدیث ذکر کرد دیگه است. اگر نه این حدیثی که حال میگوید که این امام احمد در مسندش با از حدیث عقبه ابن عامر، یعنی از حدیث از مسند یعنی که عقبه ابن عامر ذکر میکند، این خیلی آمدگی نیست. عجب ربک من شاب لیس له صبوه. نگاه کن، پروردگار تو از جوانی تعجب میکند که لیس له صبوه. فهمیدی؟ جوانیش نشون نمیدهد. فهمیدی؟ پروردگار تو تعجب میکند از اون جوانی که باید که شوخی و بازی داشته باشد، اون جوانی رو در او دیده نمیشود، رنگ کلانسالها با آداب با اخلاق. فهمیدی؟
اساسا در مسند امام احمد چنین آمده است که ان الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوه. صبوه از کلمه صبیه کو. البته پروردگار تعجب میکند. تعجب میکنه یعنی که بچه معقولش میشود اون جوانی که جوان است باید یوشش نشون دهد، دیوانگی و هرچی نشون دهد که جوهر یک یوش یک دیوانگی دارد که هم خیلی نشون این باشد دیگر چیه جوانیش نشون نمیدهد و خودش رنگ همون مردای کلونسال واریم با عقل و با فراست و توبم خرید نمیگوید، ویلیسیپیت هم گیرد نمیگوید، این هم گیرد و هم گیرد گفته پدر مادرش دیوانه نمیکند. در قطار همون کلونسال ها ببینید در مجلس های خیر میشند، این میکند وای میکند. نه فهمیده؟ یعنی تغلب علی شبابه، خلاصه این جوان بر سر جوانیش غالب آمده است. اللهم ارزقنا وارزق اولادنا و شباب امتنا. الله مسئله داریم که ما را و فرزندان ما و شما را و فرزندان امت اسلام را چه به جوانیشان غالب گرداند که مثال گیریم و یا آینده ما و شما هستند. و علی نزواته نگاه کن و یعنی که چون این جوانی که خواب غالب یعنی که چه پروردگار او را دوست می دارد، تعجب می کند از حال اون جوانی هست که به جوانش غالب آمده است و به همین نزهات گفتیم که نزوات یعنی نزوات سیغه جمعش یعنی همون علنگه گیریش نمیمونه که نفسی و علنگه گیرد و انجام دادن یکو معصیت. و علامات بعد الشباب فهمیدین یا که اون کارهایی که مثال گیریم عادتا در بعضی جوانها فرا گرفته شده است. عادتا بعضی جوانها یک دیوانگی و یک احمقی دارن که این خیلی نیست، این غالب آمده است. تغلب علی ذلك طاعتا لله عز وجل، به همه اینها به خاطر الله را اطاعت کنم گفته غالب آمده است. فالله یعجب منه، الله از چنین کس تعجب میکند. لأنه امتاز بمزیت عظیمه، چون که این جوان با یک خصوصیتی بزرگ از دیگر جوانها فرق میکند. و معنی ذلك ان الله عز وجل یکرمه و یحفظه فی الدنیا. معنی تعجب چی بوده است؟ در دیگه حدیث فرموده است که معنی آن از این عبارت بوده است که الله چنین جوان اکرامش میکند و او را در دنیا محافظتش میکند، در دنیا محافظتش میکند. فهمیدی؟ انظر الى قوله لابن عباس رضی الله عنهما تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. فهمیدی؟ در روایتی که گذشته ماش عبد بن حمید در مسندش و امام احمد در مسندش حدیث از حدیث عبدالله بن عباس است. نگاه کن میگه به سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابن عباس چی گفت؟ تعرف الى الله في الرخاء، در وقتی فراغی، در وقتی بی پرابلمی، در وقتی بی مشکلی الله را شناس. نگاه کن الله را شناس تو رو میشناسد در سختی. در سختی یک پرابلم در سرت میبیاد ای الله میگویی چی؟ الله به ندای تو لبیک میگوید یا که اجابت میکند، جواب میدهد به ندای تو. فاذا عبدت الله وتقربت اليه في حال الرخاء نگاه کن ووقعت في شدة وكرب فإن الله جل وعلا ينقذك من هذا الضيق وهذه المشقة الشدة. وقتی که تو ای جوان الله را عبادت کنی با او در حالتی بی مشکلی، تنصیحتی، تندرستی با او نزدیک شدن گیری و در سختی افتی و در غم و اندوه در پرابلم افتی، حتما الله عز و جل تو را از این تنگی نجاتت میدهد و از این سختی نجاتت میدهد. و من هنا یجب علی الآباء ان یربوا اولادهم. فهمیدی؟ از همین جا گرفته می شود که واجب است به پدران و معنا نداره که مادرها خواب روند، به پدران واجب است که فرزنداشون در این روحیه تربیه بکنند، در روحیه عبادت. فهمیدید؟ فالشاب لا يصلح الا باسباب.
جوانها به سبب به صلاحیت نمیرسد که زاییدن گیرد، زنی تاجیک زاییدن گیرد به دقت کوچه سر شدی به افتخار کنه نه بچهای من گویی که دستتو کشاده کنی این بچهای من فهمیدی؟ یا که مثال گیریم بعضی مادرها چیکار میکنن الحمدلله چند فرزند دارم همش در روسیه هست، اینش 10,000 میفرستد ویش 20 تا اینش یعنی که 30 تا. بعضی کسا به افتخار میکنن که فرزنداشون پول میفرستن فهمیدی؟ بعضی کسا به شماره افتخار میکنن فهمیدی؟ از این یعنی که فرزندی بسیاری بی توفیق چی فایده؟ از این فرزند زیادی بی توفیق چی فایده است؟ بارک الله فیکم. فالشاب لا يصلح الا باسباب. جوان آباد نمی شود به سبب. یک سبب تشکیل میکنی برای آبادی این جوانان. و اعظم الاسباب، اکنون از همه بزرگترین سبب چی است که والدین چیکار کنند؟ این انجام دهند که فرزندانشون صالح شود. التربیت الصالحه، تربیه درست. فيجب على الآباء أن يربوا أبناءهم على طاعة الله. واجب است به پدران فرزندانشون به طاعت الله تربیه کنند. بچم این بیار، بچم استاد شو، بچم این کن. فقط درباره دنیا نه، یکم با یعنی که همه میداند که کودکی بیچاره در سن 1 سالگی، 2 سالگی، 3 سالگی، 7 سالگی، 10 سالگی از دستش آخرش کتور نمیباید، نه دستش دوریدگری نمیباید، نه دستش ماشین رانی نمیآید، اینو از دستش نمیباید. آخر همین فرصت استفاده برده اقلا تا با اون سنی که از دستش کار میآید او را به روحیه چی در طاعت و عبادت الله تربیش کن. و ینشئوهم علیها، فهمیدی؟ فرزنداشون کلان کنن باید که در اساس یعنی طاعت حتی یکبروا علیها، تا در همین طاعت الله کلان شدنشون. و یعلفوها، تا به این یعنی که به این طاعت الله رام شدگین ده. فهمیدی؟ وقتی که اینها فرزندار در سن سالی کلان سالی چیکار تربیت سر میکنی به طاعت الله چیکار میکنن؟ رام شدگی نیستن، در پیش نماز بخونن با دیگه شهر سرگود رفت با چیکار نماز ترک میکنن. فهمیدی؟ و یاخذوا بها، انا تو اینکه کلان شوند انا همین گرفتگی باشن. اما اذا اهملوهم نشأوا على الغفله، اما اگر والدین پدر و مادر بی اهمیتی کنند نسبتی فرزندانشان، فرزندها کلون نمیشوند، نه کلون میشوند ولی در اساس غفلت، بی خبر، نه توحید میدانند، نه ترک نماز انسان به کفر میبرد میدانند، نه شرک میدانند، نه معصیت میدانند، فقط میدانند که همه قبول فرستونیم از زمین تا به آسمان مادرم راضی. خصوصا و علی نزوة الشباب، فهمیدی؟ بعد یعنی که چنین جوانهایی که بی اهمیت گذاشته میشوند در اساس علنگی جوانی کلام میشوند. فیضیعوا فی مجتمع، بعد در مجتمع در جمعیت چی میشوند؟ بدون اینها مانند نبودن است، یعنی که ضایع شدگی هستند. فهمیدی؟ ولهذا كان من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم. برای خاطر همین است که بعضی دعاهای پیغمبرها علیهم السلام اگر خواندگی باشه در قرآن و در دیگر جاها خواندگی باشه، دائم دعاشون از چی عبارت بود؟ ایشان در حق فرزنداشون، در حق ذریتشون دعا میکردن. فهمیدی؟ دعای نیک میکردن لی والدین، دعای نیک میکردن. بارک الله فیکم. قال ابراهیم علیه الصلاة والسلام، ابراهیم علیه الصلاة والسلام گفت که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. نگاه کن ای پروردگاری مرا چنان کن که من نماز را قائم می داشتگی کس باشم و از ذریتم. و از ذریتم این انده چیه؟ انمین من با اون دلالت میکند که همه ذریت به الله توفیق نمیبخشد، این یک حکمت الله است. فهمیدی؟ و از ذریتم کسانی را گردان که رنگ خودم یعنی که نماز برپا می داشتگی کس باشد، اول خودم و ذریتم. و قال زکریا علیه السلام، زکریا علیه السلام ببینید چی گفت؟ رب هب لی من لدنک ذریة طیبه. ای پروردگاری به من از جانب خودت یک ذریت،
یعنی فرزندی پاک عطا بخش، فرزندی پاک گفت، یعنی ناپاک طلب نکرد. فهمیدی؟ انک سمیع الدعا، تو شنونده دعا هستی. لم يقل حبلی من لدنک ذریة فقط و سکت. زکریا پیغمبر نگفت که از نزد خودت فقط بری من ذریت، همین ذریت باشد شد، من رنگ تانک و یارو کار فرمان، رنگ تگچ، رنگ تراکتور کارشون فرمان، بس گفته سکوت نکرد. فهمیدی؟ ذریتا گفته سکوت نکرد، بل قال طیبه، کلمه طیبه را چی ذکر کرد بعد ذریت. چرا؟ لأن الذریة الطیبه هي الذریة الحقیقیه. فهمیدی؟ زیرا که ذریتی پاک، فرزندی پاک، فرزندی صالح، فرزندی حقیقی همینه. بس برای تو معقول است که این طرف اون طرف زنگ زنن که مثال یا بچه داخل کرد، فرزند داخل کرد، بیا اینو دفع کن پیشم. فهمیدی؟ یا این خل کن کی را میفورد آخر؟ كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أنا بعد سری تو کدوم بچه میمونده است؟ همون بچه‌ای که از تو جدا نمیشود. رواه مسلم، حدیث مسلم روایت میکنه در صحیح برقمی همین خیل از حدیث ابو هریره. فهمیدید؟ وقتی که فرزند آدم بمیرد عملش قطع میگردد، در دیوان اعمالش دیگه هیچی نمینویسن، کتابش پاپکش محکم میکنن، مگر از سه چیز محکم نمیشد. فهمیدید؟ همون سه چیز داشتگی باشد، سه چیز داشتگی باشد، پاپکش میکشویند، کتابت میشود، هسته گفتن. چی بود است؟ صدقه جاریه. صدقه جاریه هر روز و هر ساعت به نامش رفتن میگیره. صدقه جاریه مثلا یک صدقه داده سکی و خورده تمام کردگی نیست مردم، مثلا راه راست کردگی است مردم رفتن میگیرن تا همون است، مسجد بنا کرده تا مسجد است همون به نام او رفتن میگیره. فهمیدی چقدر که کسان نماز میخونن ثوابا از ثواب شریک اینم. او علم ينتفع به، اللهم ارزقنا، یا که بعد سری خود یا علمی گذاشته که دیگرها فایده میبرن، ثبتشو گوش میکنن، پهن میکنن دعوتش، دعوت اسلامی، به شرطی که دعوت بدعت و خرافات نباشد. او ولد صالح يدعو له، یا که بعد سری خش فرزند صالح مونده که در حق والدینش دعا میکند. نگاه کن، فهمیدی؟ يدعو له که دعا میکند. وقتی به نماز باشه در حق دعا میند، در 3 سال دعا نمیند، خدا میگه که والدین مراد که آزاد شوم دیگه من زنگ زنی نکنم. فهمیدیم؟ حدیث مسلم روایت کرده است. هذا بعد موت، این بعد مردنش، و فی حال حرمه و کبره یبر به، در حال پیر شدنش، کلون سال شدنش، فرزند صالح به او نکویی میکند و یخدم و خدمتش میکنه، دست والدینش میگیرد. فرزندش الذي رباه، انمو فرزندی که تربیتش کرد انوی میگیرد و یدعو له، برایش دعا میکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء میفرماید که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، پروردگار تو امر فرموده است که جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید، و بالوالدین احسانا، و امر میکند که نسبت والدین چیکار کنید؟ احسان کنید. دیگه در همه جا احسان مذکر یعنی معرفه یا نکره؟ خب احسان در اینجا یعنی معرفه یا نکره؟ و بالوالدین احسانا معرفه یا نکره؟ نکره. فهمیدی؟ نکره شیره در رد میکند. عموم کدام نمود احسانی که نباشد انمین کار در حق والدینت کن. احسان پول نگفتیست، پول شد ته خرسند شوند نگفته. فهمیدی؟ هر چیزی که میدانی که والدین هم خرسند ده، همین به هوای خرسند کردن گه، و پول خرسندشون کن، به عمل صالح خرسندشون کن، به گپگیری به کارهای نیک خرسندشون کن. انمی احسان بشه در حق والدینت. اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر مبادا تو نصیب کند که اما اینجا در موضوعیت. خب اگر که مثل برای وصله، اگر میگو در نزد تو یکی از والدین به سن سال کلان سالی رسد، یعنی که تو زنده هستی و یک تاش پیر میشود. عادتا مردکا چی؟
دکه مرد تو مرد یعنی زن دیده بسیار سن سالش که 10 سال کلانه 20 سال کلان بعضی مردم 30 سال کلان هست هم خیلی است یک تاش یعنی در پیش تو پیر می شود اگر به شرطی که زنش تتر نباشه زنش تتر باشه ما میبینید که زنش چیه خودش قریب 20 سال کلانه خب مهم کدام اشکی نباشد اگر یعنی یکی از این دو به سن سالی به کلان سالی رسد در نزد تو او کلاهما یا که هر دوش برابر هر دوش یعنی سال تولد شو یک خیله فهمیدی خلاص یعنی پیر شوند والدین تو در پیش تو فلا تقل لهما اوف در پیششون اوف نگو این کلمه زجره هر باره که نصیحت منه سر کرد یا که بعضی فرزندا درون میگن با دیگه خانه میگذاره با اوف پوف سر میکنند ولا تقل لهما ولا تنهرهما جنجال نکن برایشان آواز تا بلند نکن در پیش والدین و قل لهما قولا کریما سخنهای نرم سخنهای ملایم سخنهای خوش برایشان بگو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه از جهت مهربانی بال خاری را برایشان چیکار کن فرو بگردان بال گفته قنات میگوید نه یعنی از جهت مهربانی چنان مهربان باش که در پیششان تمام یعنی که وجودت یعنی که تسلیمشون کن و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا و بگو دعا کن ای پروردگار من رحم خاری کن به این والدین من چنانی که مرا در سن خردسالی تا این جانب تربیت کردن من کودک بودم مرا تربیت کردن و وای رساندن يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته على الخير نگاه کن لكن نشأته على الخير فرزند صالح برایشان دعا میکند به سبب چی؟ به سبب انمون تربیه صالحی که اون تربیه صالح و یا چیکار کرد به خیر به وای رسانید یعنی کلانش کرد در اساس خیر و سببا فی سعادتی فرزند صالح سبب سعادتمندی والدین می شود فیقابل احسانهم بالاحسان بس چنین فرزند چیکار میکند در مقابل احسانشان این هم احسانگر می شود فهمیدی خیلی که این والدین در حق فرزنداش نیکی کرد فهمیدی شب و شب نگفته روز نگفته چیکار کرد برای سعادتمندی فرزندانش تلاش و کوشش کرد فرزند صالح کلان شده همه اینه دوباره برمیگرداند گرچه اینه که همیشه ادا کردن نتواند لیکن قدر استطاعت احسان میکنه والدینش این میگن که فیقابل احسانهم بالاحسان و من هنا تجب العنایة بالاولاد از همین جا برمی آید که واجب است نسبت فرزندان اهمیت دادن فإن الرجل اذا اراد الزواج يختار المرأة الصالحة مرد وقتی که میخواهد که ازدواج کند باید که زنی صالحه را انتخاب کند التي من فوائدها انها تربي الاولاد یکی از فایده زنی صالح آن است که فرزندها را تربیت میکند علی الخیر در اطراف تلویزیون نه فهمید علی بخیر تربیت میکند اذا كان صالح به شرطی که این زن خودش آباد باشد از زنی آباد فرزندی آباد میشود لانها موضع البذر والنسل چون که زن این جای هسته که جای دانکاری جای نسلکاری فهمیدی اما زمینی خوب زمینی که شور نیسته زمینی که مثال گیریم سر حاصل است همه باید تلاش میکنه که در اینجا گرفته یگان دانه کارد و یگان حاصلی خوب گیرد زنی صالح هم بمانند انمی زنی صالح بمانند چی بوده است انمی زمینی تیار فهمیدی برای کاشتن دانه برای کاشتن نسل فهمیدی فیختاروا الزوجة الصالحة شخصی با عقل مردی با عقل چکار منه زنی صالحه را اختیار میکند قال صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که تنکح المرأة لاربع عادتا مردم زن میگیرن به خاطر 4 چیز لمالها این مالدار این گرفتن در کار میگویم ولی حسبها این کس این ایشان زاده این دختر یعنی که این است آن این دختر فلانیه گفته فهمیدی
و لجمالها و کسی دیگه است که برای زیباییش این دختر را سامان معقول شده است که از این دیگه زیباتر نیست، این تیز گرفتن در کار. ولی دینها آخران میبیند که یک مسکین بیچاره میبیند که برای دین گرفته، یعنی برای دین گرفتن نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخر ذکر میکند، زیرا کم در کم انسان های است که دیندار زن جستجو میکنه. کسا بسیار کسا فریفتی چند مال پولش استفاده میبرم ان شاء الله، یا که مثال گیریم این نومی هسته گپش میگذره، یا که زیبا هسته که مثال گیریم لذت میبرم. دین داره. فظفر بذات الدین تربت یدک. نه تو دیندارش اختیار کن و دیندارش اختیار کن دستت به خاک میرسد. یعنی که پشیمان نمیشه. دیندارش اختیار کن پشیمان نمیشه. متفق علیه، حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کردن در صحیحشان، هر دویشان از حدیث ابو هریره رضی الله عنه. نعم. والمنزلة نعم لا تنظر الى الجمال وحده. شیخ میفرماد که فقط به زیبایی زن نگاه نکن، ولا الى المال، به مال زن نگاه نکن، ولا الى الحسب، به منصب این زن نگاه نکن. والمنزلة عند الناس، و منزلتی که در نزد مردم است تو نگاه نکن. ولكن انظر الى الدین، تو به دین بنگر. فهمیدی؟ اون معنا ندارد که مثلا به دین بگر نگرو ببین که یک عیبجر هست، یک خنکرو هست، یا که کج، یک دقیقه، یا که یک دیگه پسته. نه، یعنی یکم اول تو باید اختیار کنی دین را، لأن الدین یجمع الخیر كله، زیرا که دین فراگیرنده و دربرگیرنده کل خیره، همه خیر تو در دین میبینی. اما غیر الدین فقط يحمل المرأة على ما لا تحمد عقباه. اما بیدین باشد بعضا می شود که انمی بیدینه زن را وادار میکند، گرفتارش میکنه به یک کارهایی که عاقبتش دیگه تعریف کردن نمی شود. یعنی چنان در سر چهارمغزا را می شکند که وای چهارمغزی با آسان شکن هم نیست. فهمیدی؟ با جای تو چهارمغز شکستن درون سرت می برود. فهمیدی؟ مغزای سرت می برود از دن بیدین. فهمیدی سادی؟ جمالها قد یغری بها. اما فقط جمال اختیار کردن، زیبایی را اختیار کردن بعضا می شود که زن بر رسواگی می آورد. بعضا چیکار میکنه؟ جمال زن را بر رسواگی می آورد. والمال قد یطغیها، مال ملک باشد، مال دنیا باشد، چیکار میکند؟ انا زن را به طغیان می آورد. فهمیدی؟ والحسب تتکبر به علی الرجل، بعضا می شود که منصب باشد بالای مردش، بالای شوهرش تکبر میکند. من میگود میدونه کدام ذات و کدام اولاد هستم، میگود من از ایشان زادم، گفته با شوهری بیچاره را به تنگ میارد. اما صاحبت الدین، اما این دیندار باشد، اما صاحبت الدین، اون زنی که و دیندار هسته، فانها لا یاتی منها الا خیر. از زن دیندار فقط خیر می آید. فهمیدی؟ فهمیدی؟ از وی فقط خیر می آید. فاذا رزق منها بذریه صالحه فانها توجههم و تربیهم علی الخیر. وقتی که الله سبحانه و تعالی از چنین زن صالحه به مرد ذریت عطا بخشیده شود، فرزند صالح عطا بخشیده شود، میبینی که این زن چیکار میکند؟ ویها را دستوری میکند، راهنمایی میکند، تربیتشو میکند به خیر، چون که خودش صالحه است. و كذلك يشرع للاب اذا رزق بمولود ان يختار له الاسم الحسن. شیخ فرموده است که کدام راه ها هست که به همین راه فرزند صالح ما به دست آورده توانیم. همچنین مشروع یکم اصلاح کردن خودت می باشد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، میگوید الله تعالی در سوره تحریمه، ای کسانی که ایمان آورده اول خودتون آباد شوید، خودتون نگه دارید، و اهلیکم نار، بعد از آن زن و فرزندتون از آتش دوزخ. دویم اختیار کردن زن بوده است. و همچنین مشروع است، در شریعت آمده است برای پدر اذا رزق بمولود، وقتی که الله فرزندش عطا بخشد، ان یختار له الاسم الحسن،
برایش نامی نکو را اختیار کند. نامش ادوارد مونده. یک مسلمان نامی فرزندش ادوارد مونده. در روز قیامت مرحمت اینجا بیاد ادوارد بچه عبدالله یا که بچه فلانه. فهمیده؟ فیسمیه باسم حسن، یعنی نامی نیک ماند فرزندش، ولا یسمیه باسم مکروه، نامی ناخوشو بلتبایو چی میشه با ترغم بایو سنگین بایو توش محمد و تبر محمد و بیل لپت کن نماند، تبر تیشن نماند. فهمیدی؟ لأن الاسم له تأثیر على المسمى. انا من نامم با همون کسی که نامگذاری کرده شده تأثیر میبخشد. فهمیدی؟ اما اون محمد، اون کسانی که محمد هستند الکشند، عبدالله عباس هستند دوز متهم هستند، اینا از جهتی به تربیه والدیناشون هستند. این مسکینا فهمیدی؟ زوری نومش نرسیده است که تأثیر بخشد. هر محل یعنی که فرزندش که محمد بود او را میگه محمد نام تو نام پیغمبر است، کاری نکن که یعنی که در این نام داودار کنی. گفته اگر تربیتش میکرده اون بچه چیکار میکرد؟ نامش در خودش تاثیر میبخشه. فهمیدی؟ برای خاطر همین است که بعضی کسا حقیقتا بچه‌ش یعنی که سنگی محمد و تاش محمد و بلتبای و تیشبای است، ببینی فرزند صالحه. این از تربیت وابسته بود. فهمیدی؟ و کل له من اسمه نصیب کما یقولون. چخیری که عرب ها میگن هر یک کس از نامش نصیبش میگیرد. هر یک کس از نامش نصیبش میگیرد. یعنی که مثال گیریم همون نامش دیده چی یک میشه همین نام کیست؟ نام محمد حس میکند که اگر به شرطی که با محمد شناس باشه دیگر حرکت میکند که اخلاقی محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خود گیرد. کما یقولون چخیلی میگن. وخير الاسماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وعبد الرحمن. بهترین نام ها در پیشگاه الله چخیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است عبدالله است، عبدالرحمن است. حدیث امام مسلم روایت میکند به لفظی که ان احب اسمائكم الى الله، البته بهترین زیباترین محبوبترین نام های شما به سوی الله عبدالله است و عبدالرحمن است. از حدیث ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن خطاب العدوی، یعنی بأن يعبد لله. فهمیدی؟ یعنی بهترین نام آن نامی هست که برای الله فرزند را عبد گذاشته می شود. بسم من اسماء الله، یعنی که به نام از نامهای الله، مانند عبدالعزیز یا که عبدالرحمن یا که عبدالله یا که عبدالکریم الى آخره. او یسمیه محمدا او علیا او صالحا، یا که فرزندش محمد نامگذاری میکند و علی و چه صالح نامی پیغمبر است و غیر از اینها دیگر نام های پاکیزه. ولا یسمیه باسم تنفر منه الاسماع. فهمیدی؟ نباید که فرزندش یک نام ماند که از این نام گوش ها نفرت کنند. فهمیدی؟ فإن الاسم له تأثیر على السامع، چون که نام هم و تأثیر میبخشد به همون شنونده هم، و تأثیر علی المسمى تأثیر میبخشد به انمون کسی که نام گذاشته شده است. ولی هذا برای خاطر این است که لما جاء سهيل بن عمرو يصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية وهو مشرك، لما اقبل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهول لكم من امركم. فهمیدی؟ رواه الامام سهل سهول مجد سهول لكم من امركم. رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمه ومروان. خب وقتی که سهيل بن عمرو برای صلح بستن با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیبیه آمد، در حدیبیه آمد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن که چیکار صلح بندن، جنگ نمیشد بین ما. این مشرک بود. وقتی که آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید نام چیه؟ نام سهيل. بعد چی گفتن؟ سهول لكم من امركم، یعنی که بعضی کارهای شما را به آسانی می آورد این کس. برای چی؟ تفاعلا باسم سهيل، یعنی چی؟ به نام سهيل تفاعل کرده، یعنی فعل نیک دیده. فعل نیک دیده چیکار کردن؟ همین گپ گفتن.
سهل يعني كي آسان چه آساني ميدا. فالاسم الطيب لا شك أن له تأثيرا على من يسمعه. واقعا نام پاک شک نیست که تاثیر دارد به کسی که اینا میشنود و على من يسمى به و به همون کسی که وی را به این نام نیک نامگذاری کرده میشد. و كذلك من حقوق الولد على والده ان يعق عنه. همچنین دیگر از حقوق والدین بالای فرزندش از آن که پدر بالای فرزندش از آن عبارت است که چی؟ معذرت بالای فرزندش گفتم. و دیگر از حقوق فرزندان خواستم گویم بالای پدرش از آن عبارت است که ان يعق عنه، یعنی که از نام فرزندش باید که عقیقه کند. بأن يذبح عنه العقيقة عبادة لله وشكرا لله عز وجل. یعنی چکار کند؟ بخاطر عبادت الله شده، بخاطر شکر و سپاسگزاری الله حق سبحانه و تعالی شده باید که چکار کند؟ یعنی که یگون حیوانی چرا عقیقه میکردگی را عقیقه کند. این انشاءالله در درس آینده میگذاریم. گمان میکنم که کفایت میکند. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.